جملات تأکیدی برای هدایت الهی و تصمیم گیری. سلام دوستان، به کانال قانون جذب 1 خوش اومدید. حتما کانال رو سابسکرایب کنین تا بریم سراغ مطالب امروزمون. جملات تأکیدی بسیار قدرتمند برای جذب هدایت الهی. خداوند مرا به بهترین راه هدایت می کند و قلبم رو به نور حقیقت روشن می سازد. من هر روز تحت راهنمایی و هدایت الهی هستم و به سمت خیر و برکت هدایت می شوم. هر قدمی که برمی دارم با لطف خداوند است و او مرا به مسیر درست راهنمایی می کند. خداوند درهای رحمت و هدایتش رو به روی من گشوده است و من با اطمینان پیش می روم. قلبم آرام است چون می دانم خداوند راه درست را به من نشان می دهد. من با توکل به خداوند بهترین انتخاب‌ها را انجام می دهم و او مرا یاری می کند. خداوند پاسخ تمام سوالاتم را به من نشان می دهد و راه درست را در دلم می اندازد. هر تصمیمی که بگیرم تحت هدایت الهی است و به نفع من خواهد بود. من به ندای قلبم گوش می دهم چون خداوند از طریق آن با من سخن می گوید. خب دوستان، جملاتی که شنیدیم برای تصمیم گیری با هدایت الهی بسیار مفید هستن و میتونید اونا را هر کدوم رو چندین بار تکرار کنین تا به هدف مورد نظرتون برسید. به پایان این پادکست رسیدیم. امیدوارم که بتونید از این مطالب به نفع استفاده کنید. موفق باشید.